خب برادر عمر سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرما برادر، میشنوم. همین رحمان فهیم برآمدهای شما را میبیند؟ البته میبیند. اگر که شما اهمیت داده باشین، در سال 2023 این همین پیغامی که اعتراف کرد که ما فساد از زیر دستورش خطاب کرد که انا خلاصه از زیر دستورش با شمول خودش که از خودش سر کرده اعتراف کردن، همین که ما یک حکومت دارو در غم جیب خودمونیم. البته میبینه تاثیر من برای همون کنده دوزخ گفتنی های دارم. خب بفرما. رحمانوف، من تو را گفته بودم در من نرس در تو نمیرسم. وقت رسیدی میرسمد. چند تا مردم کشتی، داغ فرزند نشان دادی در پدراش. من برای تو رحمانوف داغ پدری، داغ فرزنده نشان میتیم. برای چی خلقت گشنه تشنه در تاجیکستان در مهاجرت چند میلیارد پس عملیات خریدی برای گریخته رفتن خودت از دست ما نمیگریزی. یگان جا من میدونم سال 2021 در عینی آمدی، همه پرکای کشادی در هموجا ادومتم. از دست اون دو کگبه تو یگان چیز نمیبیاد. نیکی من در تو از دومتم کجا میری، چیکار میکنی، کجا خواب میری، کجا میخیزی، همش میبینم، همش میدونم. بیگای شنبه یک شنبه در کجایی، در کدام قصرایی من تو را دیدوسم. نیکی ما صبر داریم، وقتش رسید. از طرف خداوند همه وقت التماس میکنم، التجا دارم که من تو را داغی فرزنده در تو نشان میدهم، با خصوص بچه هاتم با تو هم. تو در من لازم نیستی، تو چی با علاقه خری پیر شدی میموری خودت. من نیکی داغ فرزنده را برای تو نشان میدهم رحمانو. من از تو والله سر ترس ندارم، من یک جان دارم. این روزم باشم میمورم، پگه باشدم میمورم. من از تو نمیترسم. من تو را گفته بودم در من نرس در تو نمیرسم. رسیدی میرسم از رحمانو. رحمتی کلان اکا جان زنده باشیم. همه وقت تشکر میگم. درباره پیغام رحمانوف در سال 2023 شما چی برداشت کردید در اینجا؟ گفتگی هاش من از این یگان چیز ندیدم، فقط دروغ است، فقط دروغ میگو دیگه. یگان چیز نی، تمام میامیخ تاجیکستان در دست خیشش، اولادش، جانش، خصوص بچه هاش، خودش دیگه یگان چیز نی. کروپسیش، کگبش دیگه یگان چیز ندارد وای. همه جمعیت برای خودش. خلق به یگان فایده نرسیده است از وای. بغیر از ظلم ظلم دیگه یگان چیز نیست. این پدر برد این فرزند برد امروز میکشد داغ فرزند، پگه میبرد میکشد داغای فرزند. همه پدران میبینن هر روز اشک ریزان. چخیل پرزیدنت است، یک توالت میسازی رفته میکشی، ایزان نمیکشی دیگه. مملکت های بین چی ها میسازد، پرزیدنت ها رفته نمیکشد. یک توالت سازدم رفته قیچی میکند اون رجب احمدزاده خودش کتی. این در کجا نویستگی، در کجا همه خیلی قانون، در کجا یک قانون در تاجیکستان است؟ زنای همه بیراه کردگی همین ها برای زن، تمام زن و فرزند تاجیک از خانه بدت کردگی همین. برای قدرت آمدی به شیر سفید مادرش قسم خورد. کنی اون شیر سفید مادرش قسم خوردگی در کجاست؟ یگان چیز ندیدیم، هیکل مادرش میبرد در اونجا میسازد، میبرد در اینجا میسازد برای داند که خلق مردم داند که شیر سفید مادرش که قسم خوردگی. برای همین هیکلی برای میسازد. انشالله رحمانو خدا خواسته باشد من از همه مهاجرا یک سخن در مهاجرا رفتیم بر تاجیکستان. منم در همون
غریبی ها بودم، چیزا بودم، مهاجرت بودم، نه که در وطنم. رحمانو برای تو یک تا تری 45 میلیمتر میگون میدونی تو خدمتم نکردی حربی ای کجا میدونی 45 میلیمتر میگون برای تو نه، برای این نزدیکترینت من دریغ ندارم. نه که حیف است یک تیر، نه که برای تو مایل یک تیر. من اساسی برای تو نه، برای کدام نزدیکی نباید، خواه دخترت، خواه آزادیت، خواه چی نگاریت، خواه اون خواه فیروزی دوست در دیگه طرف های کدام من نباشد، انشالله میخورانم این تیره. برای چی؟ برای اکام ستم باشد ستم. رحمانوف من میدونم تو در کجای بیگای شنبه یک شنبه در کجا میگردی، به امید اون ماشینای سیایی که 7-8 اخرانی که داری از اونا نگو که من از دومتم. کجا رفتی؟ در دومتم. از کگبی تو من نمیترسم. میدونم کجا خواب میکنی. 4 سال بازه از دومت هستم رحمانوف. خب برادر عمر تشکر زیاد، زنده باشید. رحمت کلام هزاران بار رحمت. خدا نگهدارت. خب